بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. أرأيت الذي يكذب بالدين. آیا اون کس را دیدی که روز جزا را دروغ می‌شمرد؟ فذلك الذي يدع اليتيم. پس این همون کسی است که به درشتی یتیم را می‌راند ولا يحض على طعام المسكين. و در طعام دادن مسکین رغبت نمی‌دهد. فويل للمصلين. پس وی در آن نمازگزاران الذين هم عن صلاتهم ساهون. کسانی که از نماز خود غفلت می‌ورزند. الذين هم يراءون. آنان که خود ریا می‌کنند ويمنعون الماعون. و ماعون را نمی‌دهند. لایک مانو به کانال ابونه شو. این را کردن تو نه تنها نوارهای جالب می‌بینی بلکه سبب پهن گشتن دین اسلام می‌شوی.